در این ویدیو میخواییم با هم دیگه یک روش خیلی ساده برای پیش بینی قیمت ارز را با هم دیگه ببینیم. این روش که معروف هست به تفاوت تورم ها بسیار ساده است، به این ترتیب که تورم داخل رو منهای تورم خارج میکنید. تورم داخل یعنی منظورم تورم داخل کشور منهای تورم خارج از کشور، تورم خارج کشور. منظور از خارج کشور یعنی اینکه کشورهایی که با شما شریک تجاری هستن، مثل اتحادیه اروپا. این برابر است با رشد ارز، رشد قیمت ارز. خب برای مثال میزنم من. اگر فرض کنیم که الان قیمت دلار 60,000 تومان باشه، 60,000 تومان باشه و امسال شما پیش بینی کنید که تورم در ایران 22% خواهد بود. امسال فرض کنید که تورم در ایران شما پیش بینی بکنید که 22% خواهد بود، یعنی سال پیشی رو 22% خواهد بود. و تورم خارج رو فرض کنید 2% پیش بینی میکنید که پیش بینیش خیلی ساده است، چون بسیاری از سایت ها تورم رو پیش بینی میکنه. خب تفاوت بین تورم داخل منهای تورم خارج برابر با 20% خواهد بود که همون رشد ارز هست. حالا 20% 60,000 تومان میشه چقدر؟ میشه 12,000 تومان. پس بنابراین قیمت دلار در سال بعد باید باشه 72,000 تومان. یک بار دیگه میگم، اگر امسال پیش بینی کنید تورم 22% هست و تورم خارج 2% هست، تفاوت اونها 20% بود. پس بنابراین از پایه امسال که فرض بفرمایید قیمت ارز 60,000 تومان هست، حالا 20% اون یعنی 12,000 تومان بهش اضافه میشه 72,000 تومان. اگر این ویدیو رو جالب دونستید لطفاً سابسکرایب کنید. ممنون. خدا نگهدار.